از ایده تا اجرا کلا 35 ثانیه طول کشید به این نتیجه برسیم باید پادکست ضبط کنیم. سلام، اینجا پادکست ویویه، پادکست که قراره هیچ وقت معروف نشه، نه اون ویویه معروف. ریا داغونه. خب دوستان عزیزی که روی این لاین هستن و دارن پادکست ما رو گوش میدن، ما از جایی میخوایم براتون شروع کنیم که اکثرا تموم میکنن. چی شد که تصمیم گرفتیم که این اپیزود پادکست رو ضبط کنیم؟ هیچ دلیل منطقی برای پول، شهرت، نه اینا نیستش. 100% مواد، 100% قبول دارم. دقیقاً این از همون جایی شروع میشه که ما میخوایم از هیچی به همه چی برسیم. مثلا تا حالا فکر کردین که ماهی قرمز حافظه‌اش 3 ثانیه است، ما چطوریم؟ یا مثلا اینکه بدترین ایده دنیا چی میتونه باشه؟ یا اینکه چرا اولین باری که به این فکر رسیدیم ساعت 3 نصف شب این پادکست رو برای شما ضبط کنیم؟ یا مثلا قراره تو پادکست همون یه بخش داشته باشیم که نقد کنیم، ولی چیزی رو نقد کنیم که تا حالا نه دربارش شنیدیم نه دیدیمش نه دونستیمش نه حتی تجربهش کردیم. یه سری مهمونای تصادفی هم دوست داریم داشته باشیم که حالا از پلتفرم‌های مختلف میتونین روی در واقع پادکست ما باشین و احتمالاً تا اپیزود 30 فقط با چت جی پی تی مهمون تصادفی درست کنیم. پادکست بعدی، قسمت بعدی بچه‌ها می‌خوایم 2 دقیقه سکوت کنیم برای تفکر بیشتر و یه سری توطئه‌هایی که واقعا خودمون ساختیم و ازش تئوری تشکیل دادیم. خلاصه همینقدر مزخرف یه پادکستی رو داریم شروع می‌کنیم. هدف اصلی اون پول هستش. از تمام سوپرمارکت‌های غرب تهران هم به عنوان اسپانسر در واقع پشتیبانی می‌کنیم و میتونیم سوپرمارکت‌های شما رو در سر تا سر در واقع صفحه‌های مختلف توی فضاهای مجازی مختلف برای شما تبلیغ کنیم. یه سری پیشگویی‌های بی اساس هم می‌خوایم براتون انجام بدیم که اگر پس فردا اتفاق افتاد ما بگیم که زودتر از شما اینا رو می‌دونستیم. یک سری هم وقتتون رو که داریم تلف میکنید که این پادکست رو گوش بدید، میخوایم چون ما اصلا هزینه‌ای هم نمیتونیم بکنیم که تصویر داشته باشیم، احتمالاً دارید این مطالب مزخرف و با تصویری از منظرهای زیبا از سوئیس و کوههای آلپ و پیست اسکی بسیار خوشگل سوئیس یا اگر دیگه خیلی استقبال بشه از گرند کنین آمریکا براتون بذاریم. گرند کنین آمریکا واقعیه؟ بله ما ندیدیم. چجوری واقعا احساس میکنی که گرند کنین آمریکا واقعیه؟ به نظرم خب آمریکا خیلی قدرت بزرگیه، میتونم چیزی بسازه. بهترین راه برای تخریب قرار عاشقانه چیه؟ خیلی سوال چالشیه. به نظرم میشه یه جوری مثلا یه گوزه گنده بدی و طوری که همه کسایی که تو رستوران هستن تحت تاثیر قرار بگیرن و یکی اون طبقه نازل نفست از گوشه همین اتاق یه دستی هم میدیم به دوربینی که داره تصویر ما رو ضبط نمیکنه و در واقع یک ویدیوی صامتی از ما میگیره. به نظر موسیقی متن زندگی ما تو این لحظه میتونه چه آهنگی باشه؟ من به نظرم کیژخن از آقای عزیز ویسیه که اگر یه موقع از اسپیکر دور باشید کیژخن کیرخر میشه. ادامه پادکست تو کود یه ارکستران داریم از دوستی که بسیم تشکیفی دارم چی تو دهانه ما. این قسمت در واقع مسابقه جذاب ما هستش. توی هر قسمت این سیستم برای شما پیش‌سازی میکنیم. هر کسی که بتونه این در واقع جسمی که تو دهان من هست رو تشخیص بده، ما به قید قرعه برای قسمت بعدی ایشون در نظر بگیریم. دوست عزیز، به نظر وقتش هست دیگه خودمون رو معرفی کنیم؟ نه زوده. خب مثل این که زوده. پادکست 5 اگر این ویدیو این پادکست 1000 تا لایک بخوره، بله. ما پادکست 5 شاید خودمون رو معرفی کنیم. بسیار عالی. میخوام راجع به بحث خیلی جذابی صحبت کنم. شما عدد مورد علاقت چیه؟ 7. چرا الان مثلا 7 توی ذهن تو شخصیت بیشتری نسبت به عدد 4 داره؟ به همون مقدار که عدد 19 خیلی کچل‌تر از عدد 13. چرا عدد 19 کچل‌تر از عدد 13 داری؟ به خاطر اون شاخک‌های روی عدد 13 یا نه فکر میکنم به خاطر اینه که خب سنش بیشتره. من درخواست دوئل با شما دارم. بفرمایید. بچه وارد بخش دوئل میشه. من میخوام اینجا از عدد 19 دفاع کنم در برابر عدد 13. چی داره عدد 19؟ 19 یکی از 20 کمه. من خیلی موافقم با نظر. تایید میکنی؟ بله. پس 19 عدد بهتریه. 13 کچل‌تره. آره 19 بهتره. 19 کچل‌تره. فردا شب شام بیا خونم. اوکی. بچه پادکست ما برخلاف تمام پادکست ها با پایان شروع نمیشه، با شروع به پایان میرسه.
صرف همین میخواستم یه ذره کند باهاتون صحبت کنم، چون بعدش هم چی؟ الان تا نصف ضبط شده ولی راجع به قوانین عجیب دنیا نمیخوایم صحبت کنیم. پادکست ما فقط در مورد خودش حرف میزنه. عجب پادکستی که شده مخاطب باید خودش تمامش کنه. یعنی پادکست ما همینجوری ادامه داره. شما 3 حالت میتونید پادکست ما رو پایان بدید. یکی با در واقع پرت کردن گوشتون از پنجره به سمت بیرون، دوم خوابیدن و سوم قطع کردن اینترنتتون، چون متاسفانه ماهواره‌هایی که ما در واقع از سمت غرب تهران لانچ کردیم به سمت آسمان‌های در واقع مدار استوا هنوز به مقصد نرسیده که بتونه با جی پی آر اس برای شما متن صدای ما رو برای شما پخش کنه. جی پی آر اس ادامه پادکست ناله است بچه‌ها. به ناله درون زندگیتون فکر کنید و به این در واقع برسید که چی شد که به اینجا رسیدید. خاک بر سرتون. چی؟ حال ندارم. همچنان ادامه ما در این پادکست بخش سکوتو داریم. ما الان منتظریم ببینیم کی زودتر تسلیم میشه، ما یا شما. راستی نکته قابل توجهی می‌خواستم خدمتتون بگم. دوستانی که از پادکستی اومدن چیزی یاد بگیرن، پادکست هم از توش چیزی در نمیاد، شما چیزی از توش یاد نمیگیرید. دوست عزیز، راهنمایی انجام هیچ کاری هم به شما نمیدیم. این پادکست صرفا در مورد همین پادکست صحبت میکنه. ادامه سکوت. چرا کلید واژه میگی؟ نه کلید واژه نمیگم. توضیح هم بده، مخاطبین دنبال محتوا. ببینید پادکست ما پادکستی قراره جالب باشه ولی نیست. امروز قراره یه اپیزود خیلی خفن داشته باشیم. خیلی خفن. واقعا تا الان خوب شده به نظرم. پادکست خوبی شده. مثلا دوگم نواشو نمیدونم، پادکست بقیه من فقط دوگ نواش بدم یه پادکستی که بگو تو رو تبلیغشون نکن بچه. در حدمون نیستن و مطمئن باشید اگر به ما حالا تو کامنت ها حتما به ما ایده بدید، ما استقبال نمی‌کنیم. معمولا هم بیشتر در موردش صحبت نمی‌کنیم چون مثلا برای ما نیست. ما الان فقط دنبال پول و شهرت داریم. خودمون هم که تا قسمت پنجم نشون نمیدیم، صرفا صدای ما رو از VOA پادکست فارسی میشنوید. امیدوارم که از این اپیزود و در واقع اپیزود اول ما خوشتون اومده باشه. بچه‌ها لطفاً دیگه از ما حمایت کنید. مگه ما چی کم داریم از این بقیه این کامیونیتی یوتیوبی که با نمیدونم ساندویچ 20 متری اماله میکنه و نمیدونم بریم تخمی ترین گیم نت ایران رو ببینیم. آقا من بابام خیلی یوبسنه بیام توی این پادکست و معروف بشم. با حمایت کنید دیگه. این همه آدم حمایت کرد، ما چی میشه؟ ما هم آدم نه سعیمون هم میکنیم پادکستمون بهتر باشه ولی میدونیم نمیشه. تهش همینه دیگه. ما میگم از سر بیپولی و عشق شهرت بودن این کار رو، این محتوا رو داریم میدیم. پس حمایت نکنید. یه سلامی هم میکنیم به تمام خانواده‌های در واقع محترم جوامع ایرانی در سرتاسر دنیا که این پادکست رو نمیشنون. سلام.